تجلیل ریاض جوانان تاجیکستان با اشتراک وسیع ساکنان ناحیه بابجان غفارov، خوانندگان، ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و میانه کسبی، نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها و امثال آن در میدان پرچم دولتی مرکز ناحیه دایر گردیده. این چاره‌بینی ادانه با یک شکوه و شهامت خاصه آغاز و ادامه یافت. از ضمن برآمد و تبریکات خود رئیس ناحیه اظهار داشت که جوانان نیروی سازنده، ایجادکار، نوآور و اختراعکار بودند. مثل جوانان امروزه زادگان دوران استقلال برای رشد منبعدی اقتصادیات و اجتماعیات، پیشرفت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق و پایداری دولت و ملت دوام دهندگان کار و پیکار پدران و بابایان خود خواهند شد. از اینجاست که پیشوای ملت محترم امام علی رحمانی است به جوانان آینده ساز، صاحب کسب و صاحب تخصص، زباندان و آگاه از تکنیک و تکنولوژی معاصر در رشد منبعدی جامعه اعتماد قوی دارند. ناحیه بابجان غفور در مقیاس ولایت یکی از کلانترین منطقه‌های اگروصنعتی محسوب یافته، اکثریت ساکنانش را نورسان و جوانان تشکیل میدهند. یعنی در این ناحیه اقتدار ذهنی و عقلانی نهایت بزرگ بوده. جوانان و نورسان ناحیه در همه چهاربینه‌های سطحی ناحیوی و ولایتی اشتراک فعالانه دارند. چنانچه اشتراک وسیع خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، میانه کسبی و تحصیلات عالی زادگان این ناحیه در آزمون‌های با نفوذ جمهوری و المپیادها خود گواه توجه نسل آینده ساز کشور به دانش اندوزی، بلند برداشتن سطح سخنرانی و سخنوری، اختراعکاری و نوآوری و توجه به تاریخ و آینده دولت و ملت محسوب می‌یابد. تجلیل ریاض جوانان برابر اعتماد قوی داشتن به وطنداری و میهن پرستی و صداقت نسل نورس به دولت و ملت، همزمان برداشت هر یکی آنها مسئولیت بزرگ سزاوار بودن به باوری اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را واگذار می‌نماید. به چاره‌بینی دایره‌نمایی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه بابجان غفورov بخشیده به روز جوانان، برنامه کنسرتی صنعتکاران ناحیه شکوه و شهامتی خاصه و برای ادانه اشتراکدارانش تبع بالید ضم نمود.